در چرابینی که بخشیده به روز تأسیسیابی سرحدبانان در قسم حربی 0104 واقع در شهر ترسونزاده برگزار گردید، نمایندگان قشن‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان و نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده اشتراک و ضمن سخنرانی تبریک گفتند به افسران و سربازان در راه خدمت به وطن برایشان جسارت و مردانگی تمنا نمودند. باید گفت که این جوانان دلیر با درک قرض مردانگی، مسئولیت بلند، زیرکی سیاسی، اراده قوی و احساس گرمی وطن دوستی خدمت حربی را اختیار کردند و با باوری کامل گفت که آنها سرحد وطن را دلیرانه محافظت می‌نمایند. 24 سالگرد قشن‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان جشن گرفته ایستاده است. چطور سرفرمانده عالی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان در برآمد خود قید نموده است که به خطری مملکت از سرحد وابستگی دارد. البته ما جوانان باعث افتخار از آن داریم که در صف قشن‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان کار و فعالیت کرده ایستاده‌ایم. همچنین در این روز به یک قطار افسران و سربازان افتخارنامه، رتبه حربی و نشان و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. باید گفت که در این دیدبانگاه سرحدی برای محافظت سرحد دولتی همه شرایط‌ها فراهم آورده شده است. نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ترسونزاده تز مهمانی اینجا شده از شرایط و خدمت سربازان شناس می‌شوند. پرزیدنت و وطن و خلق بزرگ تاجیکستان صادقانه خدمت بکنیم. خدمت بکنیم. خدمت بکنیم. خدمت بکنیم. همین است که تأسیسیابی قشن‌های سرحدی در تاریخ نوین دولتداری تاجیکستان همچون رویداد مهم و تقدیرساز یکی از نشانه‌های استقلالیت سیاسی دولتی تاجیکان به حساب می‌رود. باید گفت که جوانان دوران صاحب استقلالی وطنمان امروز با ننگ و ناموس ملی، تشبس‌های شایسته و احساس بلند وطنداری در رشد تاجیکستان عزیز حصه ارزشمند می‌گذارند و به مادر وطن خود صادقانه خدمت می‌کنند. در آخر از جانب هنرمندان شعبه فرهنگ شهر ترسونزاده با رقص و سرودهای دلنشین خاطری سرحدبانان را شاد نمودند.